باز بکنی زد گوی زد زد گوی را باید چیست سبقه رو تکرار کن وگرنه سبقه رو نفذ کرد درست کرد میدیم خلیفه لبای و جوانی مرگ شوی چرا بس سبق نیاموختی زود باشینی بابای سبق آموزون کنی اگر تو پگاه سبقش رو تکرار نکند مثل امروزه غیب باز کند من چنان خیمچه کاری میکنم کی کنی زه گو زه کیست اونجا خلیفه کنی در رو کشو دول زول خید و زبان خاند السلام علیکم دوم علیکم السلام سید مراد خوجا کنی مرحمت اللهم صل الله من پسرم را با مکتب شما آوردم که سبق آموزد بسیار خوب کردید استاد سید مراد خوجا انشاءالله تعالی در مدت کوتاه پسرتون داریم مکتب مبارک ما سبق می آموزد لازم نبود خلیفه کنی دستم را آب گیر شما تکرار کردن گرید علی تحرک الله من جمیع ذکورک ولك مثل ذلك بسیار خوب کردید که استاد سید مراد خوجا پسرتون را به این مکتب مبارک ما آوردید اکثریت خواجگان این دهه همین مکتب را ختم کردند شاید بسم الله الرحمن الرحیم شاید برای همین باشد که خواجگان دهه های همسایه همین مکتب را ختم کردند و دهه ما دهه خواجگان نام دارد بای بسیار خوشی با مزه شده است استاد سید مراد خوجا جای تعجب نیست که ساکنان دهه های همسایه هم پسرانشان را به این مکتب مبارک ما میارند استاد سید مراد خوجا ای بچه ها این سال مفترتون صدرالدین نترس تو را دومونو نمیزند اگر تو نه سبقت را آموزی من به تو یک کره نفس دریده میدیم صدرالدین جان تا اکنون مکتب خوان شدی گیره نکن بچیم تا اگر به ترتیبی نکنی نفس خونی من هر روز یک شنبه به تو یک لنده قند میدیم صدرالدین جان بچه های ما سل لیاقت ناک است انا مثلا خلیفه کنی تو به من بگوی بنای مسلمانی در چند نوع است؟ باید دانست که بنای مسلمانی بر 5 نوع است آفرین اول کلمه شهادت گفتن است که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله دوم 5 وقت نماز خواندن است سوم روزه ماه شریف رمضان داشتن است چهارم زکات مال دادن است پنجم طواف خانه کعبه کردن است هر کی را قدرت و توانایی باشد آفرین خلیفه دیدی صدرالدین جان کنی بچه ها که به من شعر خواجه حافظ میگوید من دوملو جان کنی اکرام جان این چه شور است این چه شور است که در قبر قمر میبینم همه افاق پر از فتنه و شر میبینم پیشه پادشاهان نیست به جز جور و ستم عدل انصاف همه زیر و زبر میبینم ابلهان را همه شربت گلاب و قند است کت زرین همه
کتی زارین همه از خون جگر میبینم. تو اقلی مطمئن که چون خوانده ایستادی ها؟ دوملو جون خواهد حافظ دیگه توی برو که من یه شعرهای نخوان فهمیدی می؟ دوملو جون من غزل حافظ خونم. حافظم؟ بدیل دوملو جون. باز حافظ ولی خون کنی بدیل خون کنی بازو که با جمالت طوفان شکسته بر دیل، تو بار بسته بر ناز ما دست بسته بر دیل، سروی تو در چه گلشن دارد خرام اشرت، چون داغ نقش پایت صد جا نشسته بر دیل، شبنم به باغ حسرت دیدار می پرستم، شبنم به باغ حسرت دیدار می پرستد، افتادم به راحت آینه بسته بر دیل. دوملو جون آفرین ما تفرگوی ما هم پرده گیر کنی با من کی؟ دیده میسا من دیدیم صدریدین جان شخل بچه های دانا با عقل با فراست در اینجا میخونن ولی خلیفه دستم را آب گرفت تحرک الله من جمیع سکوکک ولك مثل ذلك. خوش کنی حاضر تکرار کنید کنید شما تکرار کنید دو زو علی سی دو زو کنی صدرالدین جان کنی تخت چرا گیر کنی میبخشید دوملو این حرف به خیالم شما خطا کردید. این حرفی خیلی نوشته نمیشود. میبخشید سید مراد خواجه ما میدانیم که شما شخصی خیلی هم باسواد هستید ولی فراموش نکنید که کمینه در بخارای شریف از آدمان معتبر سبق آموختگی و من نمیگذارم که شما با من خیلی رفتار کنید. میبخشید من شما را خفا کردنی نبودم. من گفتم که این حرف دیگر خیلی نوشته میشه. نوشتم درست است. گپ را دو نکنید. باور کنید یک به خطتان نگاه کنید انا این حرف اینطور نوشته نمیشه. کنی آی سالک صاف شده است استاد سید مراد خواجه بحثا می شود ده انا کنی سرم سید صدرالدین جان کنی نزدیکتر بیا در روی برای من شینو تخت چرا در نزد گذار انا اکنون بعد از من تکرار کن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تو صدرالدین جان بسیار ذهنی خوب داشته ای پسرم. باوری دارم که در مدت کوتاه خط و ثبات میبراری. اله آمین. به حرمت وحدانیت الهی و به حرمت بهترین اولاد بشریت که محمد پیغمبر صلی الله و آله و سلم است، خدای تعالی پیش شما را کشاید و شما بخت نایافت عطا کرده شما را عالمی با عمل گرداند. آمین. الله اکبر. دوملو اکنون وقتی رفتن شد. تو صدرالدین سبقات رو نقص کن. بله من به نزد مادرم رفتن میکنم. صدرالدین جان تو اکنون مکتب خوان شدی و به اجازت من نباید دگام کاری کنی. تو من گفتم تو سبقات رو نقص کنی من با تو کورا خریده میگم. من هم هر روز یک شنبه دوملو سید مراد خواجه یک لنده قند میدیم اگر نقص کنم. چی بزن؟ چی؟ سبقات رو نقص کن. سبقات رو سلامت باشید. خوش آمده. باز بیایم استاد سید مراد خواجه.
خلیفه در بند کنشنید بچه سبق خواهیتون رو تکرار کنید کنید الف ب ت س آفرین کنی خلیفه بابای سبق آموزم کنی بابای سبق آموزم من سبق هایتون رو بچه ها تکرار کردم گرفت من یک خانه رفتم الف ب ت س دو تکرار از قفای من تکرار کن الف ب ت س الف ب ت س الف ب ت س الف ب ت س یک کان زنی زود یاد گرفتی الان اکنون خودت تکرار کردن گرفت کنی الف ب ت س دو صول الف ب ت س دو در رو محکم کن بچه ها میدونید چی؟ چی؟ کمان بازی ای تیرانچه کنشین چی؟ اگر نچونم میزنمت کی؟ پرانت کنی ها گذارید بچه ها اکرام روز دکار کردم خصوصی ها را میگیریم هجوم گذارید ابلهان ناترسیده جنگید کنی زنید جنگید زنید زنید صدر گیره ها بچه ها خاموش کنشین شیه تستر
نداره صدرالدین جون کنی اینجا شید یاد باشین سکر تو جوانی جوانی مرد با من گوی که این همش تو رقم غرب برپا کرد آمد لنده آمد سراد و چپرگوش سکر تو هایه شخصانی نام برده کنی به این طرف گذارید جوانی مرد توبه کردم ما گناه ندارم دومولا جان ما گناه ندارم دومولا جان توبه کردم ما گناه ندارم توبه کردم اول تو را میکنم من میدونم که همه این کارها رو خودی تو سر کردی بی‌تمیزی ها رو که این جوانی مرگ رسی ها رو پخش کنی هر چقدر که زنید اختیار دارید اما فرلاق رو سخت نتابید کسی خبر کشنه احمد کبر تو بابا جان این جوانی مرگ رو سخت کرد کب قرض در قیامت نماند خوب شد دومولا جان خوب شد سختان بس چه هنوز دیلتون خنک نشده است که پایش رو سر نمیدید ها؟ دوملا جون شاید بطگی پویش دوک باشه ما چی؟ مرا کشتنید؟ فکر بسیار عالی جناب چپرگوش نه پای این جوانی مرگ خاموش پای این جوانی مرگ رو سیاه نمک پاشتن در کار که تا که جنه هایش از بدنش بیرون بروید و دیگر این نامعقولی هایش رو نکنه درست که دومولا جان حاضر من نمک افسوس که نمکم تمام شده است بچه ها که نمک داره من دارم دوملا جون من نمک من دوملا جون پاشید ببنده جوره جان التماس ببنده التماس باز خبر کشی میکنی آمد جوره جان توبه کردم نمکل کردم آمد نمکل کردم وقتی جلال میسیزد ولی فرمان دومولا برای من قانون است باید باشد آمد چرا در آنجا میش بکنید زودتر پاش خوب شد جوره جان توبه کردم نمکل کردم باید باشد آمد اکنون سرده دارم خاموش جوانی مارکو چی میخندید؟ چی میخندید؟ جوانی مارکو یه رسیار کنی سبقت رو تقرار کنه گوش کنید فردا همه اتون به این وزی بریاهای ویران کرده 8 پولی میبیارید هر کسی که نوارد من جزایش رو میدیم سکرتوها حاضر باشد
با همتون جواب دف شوید از اینجا جوانی مرکو خلیفه کنید در پشو سکر تو داید من به شما نشان بدیم جوانی مرکوی رسیو سکر تو دایدی وعلیکم السلام صدرالدین جان خوش صدرالدین جان تو پول بریا رو آوردی؟ نه من از خاطرم برآوردم و تو که پول بریا رو فراموش میکنی تو چخیر ملا میشوی ها؟ زود رفته از پدرت پول گرفته بیار خوب شد چند پول دومولا؟ 8 پول خوب شد صدرالدین دستت رو پیش برگیر عزت و حرمت رو یاد گیر اگر شما مرا زنه من رفته به پدرم میگویم پدرم آمده که شما رو میبره تو شیطان چه من تو را هرگز نمیزنم صدرالدین جان تو بے ترتیبی نکن من تو را هرگز نمیزنم گوش کن صدرالدین جان نزدیکتر بیا گوش کن انا همین چوب ها رو برده بلد حاضی مسجد پرتو نازو که تا شود صدم باب شود بعد رفته از پدرت پول گرفته